آرزو جون امروز کجا میخوایم بریم؟ امروز داریم میریم کلینیک شیرین جون، یکی از هنرجوهای با استعداد من که خودشون آرایشگاه زیبایی داشتن از قبل، ولی از سال 2021 استودنت ما شدن، برای سونا اسپشیالیست و دیپلم رسمیشون رو گرفتن. میریم که سالنشون رو ببینیم و بهشون تبریک بگیم. بریم پس. اینجاست. فرمایید. سلام. خوش اومدی. سلام آرزو جانم. خوبی؟ خوش اومدی. برم عزیزم، خودت خدمت شما کنم. گل برای گل. به به به. مبارک باشه، مبارک باشه. سلام به زیبا جویان عزیزم. دوباره روز پنجشنبه و دوباره یک کلینیک زیبا با یه هنرجوی با استعدادمون خدمت سرکار خانم شیرین عزیزم هستین در شهر دنهاخ. شیرین جان، متشکرم از اینکه امروز وقت گذاشتین تا ما بیایم خدمت شما. عزیزم آرزو جان، خیلی خوش اومدی. خوشحالم که مجدد میبینمت. ممنونم، مرسی. ممنون از شما. شیرین جان، چطور شد با آرزو آشنا شدید؟ چجوری با آرزو آشنا شدید و چجوری درس ما رو پیدا کردید؟ عزیزمی، من همچون که میدونید از سال 2021 سالن خودم رو شروع کردم در فوربورگ، در شهر فوربورگ، لایشخندان فوربورگ، و سال 2023 بود که از طریق اینستاگرام با شما آشنا شدم. بعد خیلی وقت بود که دنبال میکردم، کاراتون رو میدیدم، خیلی مشتاق شدم و از طریق واتساپ باهاتون تماس گرفتم. با هم دیگه صحبت کردیم راجع به کلاس ها، دوره هایی که برای شخونده دیپلوما، برانش دیپلوما باید میگرفتیم و اینطوری شد که هنرآموز شما شدم. به به، چه افتخاری دادیم به ما. متشکرم از شما. شیرین جان، شما پیش آکادمی ما پس سونا اسپشیالیست بیودری رو گرفتید. بله. به امید خدا و سالهاست که دارید اینجا توی کلینیک خودتون، توی سالن قشنگ خودتون با خدمات زیادی که دارید کار میکنید. میخوام بدونم تجربتون با آرزو چی بود؟ عزیزم، خیلی عالی بود. من به شخص خودم راضی بودم از اینکه هنرآموز آرزو جان شدم و خیلی برای کسایی که میخواستم بدونن در مورد آکادمی شما گفتم، صحبت کردم باهاشون از اینکه خوب بود. خیلی تیم خوب، مربیای عالی و اخلاقی هستید. من که راضی بودم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. این برای من از همه چیز مهمتر و با ارزش تره. توی یه دوره‌ای که شما داشتید درس می‌خوندید، خب طبیعتاً هفته ها با ما بودید، با همکلاسی‌ها بودید، با معلمتون بودید. آیا خاطره‌ای برای شما مونده که خوش بوده و تو ذهنتون حک شده باشه؟ همه خاطره‌ها برای من قشنگ بود آرزو جان. همش خوب بود، خیلی عالی. و اینکه همیشه گفتم به همه کسایی که شما رو دنبال میکنن و میدونن که من پیش شما دوره ها رو گذروندم، هنرجوی شما بودم، اینکه خیلی پشتیبانی خوبی دارید برای هنرآموزاتون. هر تایمی بوده من از طریق واتساپ با شما، با مربیای خوبتون تماس داشتم، پاسخگو بودن هر سوالی، چه در مورد کلاس‌های تئوری و چه در مورد اگزامنامون، کلاس‌های پراکتیک خیلی خوب بوده. واقعا پشتیبانی خوبی داشتید. برای من همش خاطره خوبه. نمیتونم بگم اوکی یا فقط امروز یا یه روز خاصی بوده. همش برای من خوب بود. اینکه بدون استرس واقعا امتحانامون رو دادیم. خدا رو شکر. این خیلی مهم بود که با یه استرسی میمدیم برای اگزامنا. خب به هر حال هرچی هم بود که یه اگزامن یه استرسی داره دیگه به هر حال اون روز، ولی واقعا با شما، با مربیای اخلاقیتون استرسمون واقعا کم میشد، میدیدیمتون و اینکه واقعا با یه انرژی خوبی امتحان‌ها رو شروع می‌کردیم. این خیلی مهم بود. فضای خوبی بود برای من که عالی بود. عالی، خدا رو شکر. خوشحالم که اینو میشنم. خب در کنار همه این چیزای خوبی که شما لطف دارید و میگید و واقعا خیلی خوشحالم که این چیزا رو میشنوم، بعد از اینکه شما از کنار ما رفتید آیا البته برمیگردید برای کارهای دیگه مطمئنم برای کلاس‌های مختلف به امید خدا،
ولی آیا چیزی بود که با میل شما نبود و شما شاید پیش خودتون فکر کنید که اگر جور دیگه بود بهتر میشد؟ یه نقطه منفی یا یه چیزی که شاید یه روزی به دلتون خوش نیومد تو اون دوره؟ نه، برای من همه چی خوب بود، اوکی بود. میگم وقتی همه چی رو کنار هم میچینی پازل قشنگی در میاد توش. برای من خوب بود. یعنی من نقطه ضعفی ندیدم توی آکادمی آرزو که بگم این ضعف رو داره و مثلا کاش که اینو بردارن که اگه من میخوام دوره‌های بعدی رو 100% پیش خودشون بگذرونم برام بهتر باشه. میدونید من اوکی. خوشحالم که میشنم. متشکرم. مرسی عزیزم. خب شما الان دیدم که کادر قوی و محکمی دارید، خدا رو شکر. اینجا مرسی. راجب کلینیکتون، راجب این دنیای زیبایی که در از توی فوربورگ و لایسکندام درست کردین برای ما توضیح بدین که من بیشتر قند تو دلم آب بشه. عزیزم بله، همطور که میبینید ما یه تیم خیلی خوب داریم. بچهای ناخنکارمون هستن، بچهای پدیکوریش هستن و همچنین مربی خوبی داریم برای آموزش ناخونمون. خیلی عالی. و امروز اولین روزی هستش که هنرجوهای عزیزمون استارت زدن برای لاین آموزش ناخن و خدمات مو رو داریم، شامل کوتاهی، کاربر مواد و اصلاح ابرو و همچنین فشیال. و به زودی به امید خدا با بیمه های درمانی هم کار میکنیم که اگر کسی برای فشیال مراجعه کرد میتونه که از طریق بیمه هم به هر حال فرخود بشه هزینه ای که پرداخت میکنه. عالی. خدا رو شکر. مرسی. شیرین جان، اگر به گذشته برگردید، به روز اولی که به من واتساپ دادید و بخواید دوباره انتخاب کنید، آیا انتخاب شما دوباره آرزو؟ بازم آرزو بیوتی. متشکرم. ممنونم. دست شما درد نکنه. آره حتما چرا که نه آرزو جان، حتما که انتخابم شما هستید. حتما که به امید خدا لاین های بیشتری رو با شما میگذرونم برای به هر حال پیشرفت کارمون. تو این لاین پوستی که وارد شدم باید که آپدیت بشه. بله 100% با خودتون به امید خدا. اگر یک جمله بخواید به کسی بگید که توی دوراهی مونده که این کار رو، یعنی این دوره رو استارت بزنه یا نه، حالا چه پیش ما چه پیش هر آکادمی دیگه، اون جمله چی هست که بخواید به اون یه نفر بگید؟ میتونم بگم یه خانم هنرمند، قوی و اخلاقی هستن. تو کارشون کاملا حرفه‌ای هستن با یک تیم قوی و مربیان عالی. متشکرم. من واقعا از مربیاتون ممنونم. متشکرم. پشتیبانی عالی. ممنونیم برای اعتمادی که به ما داشتید شیرین جان. واقعا آرزو بارها گفتم اگر به جایی رسیده، اگر رشدی کرده به خاطر عزیزانی مثل شماست، به خاطر هنرجویی هست که به ما اعتماد کردن و باعث این رشد شدن و ما تمام این موفقیت رو از هنرجوی عزیزمون داریم. عزیزمی. نه عزیزم، تلاش خودت هست. خیلی خانم پرتلاشی هستی. میگم و خیلی اخلاقی. متشکرم. خیلی مهمه چون این حرفه و این هنر رو خیلی هم میتونن داشته باشن، خیلی هم موفق هستن، خیلی هم عالی، ولی اخلاقی بودن تو این حرفه خیلی مهمه. درست میفرمایید. درست میفرمایید. خب اگر بخواید یه پیشنهاد بدید به کسی که مثلا فرض کنید یکی اومده پشت در آکادمی آرزو ولی شک داره که استارت کنه یا نه، چی بهش میگید؟ چه پیشنهادی برای آیندهش دارید؟ میتونم بهش بگم که بهترین قدمه که برداشتی برای رسیدن به اون رویاهات، برای اینکه واقعا بتونی با یه اپلایزینگ دست پر بیای بیرون و واقعا درآمد داشته باشی. میدونی واقعا اون درآمدزایی هم خیلی مهمه آرزو جان، چون یادگیری مهم نیست و واقعا انقدر خوب پشتیبانی میشی که به درآمدزایی میرسی. حتما برو. خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. شیرین جان، میخواید چیز دیگه ای راجع به این دنیای زیبایی که توی لایسکندام فوربورگ ساختید برای من و برای کسایی که این ویدیو رو میبینن بگید؟ آرزو جانم، من همینطور که همراهای عزیز من همیشه با من هستن و میدونن، من لاین آموزش رو هم دارم تو سالن، هم در لاین خدمات پیرایش مو و هم در لاین کاربر مواد و محصولات. همکارای عزیزم هم در لاین ناخن تدریس دارن،
این لاین ها رو باز کردیم برای عزیزایی که دوست دارن دوره ها رو داشته باشن پیش ما. هم به صورت خصوصی کلاس ها برگزار میشه و هم به صورت گروهی. بسیار عالی. واو چقدر قشنگ که من یه همچین چیزی رو بشنوم که شیرین جون خودشون اینجا در حال آموزش دادن باشن و این واقعا برای من افتخاره و براتون واقعا خیلی بهتر از اینا و بیشتر از اینا رو آرزومندم که بهتر از شما. مرسی. برای این کار خیلی خوشحال شدم از اینکه اینو شنیدم و همین موفقیت و همین پیشرفت و همین به هدف رسیدن و واقعا برای تمام شما میخوام، برای تمام کسایی که روزی به من اعتماد کردن و تمام تلاش من این بوده که این اعتماد هیچ وقت سلب نشه و روزی که من پیشرفت شما رو و به هدف رسیدن شما رو میبینم اون روزیه که احساس میکنم منم موفق شدم و دارم به موفقیت روز به روز نزدیکتر میشم. قربونتون برم. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید شیرین جان. شیرین جان اگه خودتون رو بخواید یک سال دیگه تجسم کنید خودتون رو کجا میبینید؟ من خیلی رویاها دارم آرزو جان. به به این خیلی خوبه. این خیلی خوبه. خیلی رویاها دارم و هدفم به امید خدا آکادمیه. به 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 امید خدا و منم همیشه کنار شما هستم. حتما در کنار شما. به امید خدا. چه بهتر از این که من موفقیت شما رو ببینم عزیزم. روزی که میایید برای این تیک و میشید دختر من اون روزی رو ببینم که شما آکادمی خودتون رو بزنین و شما باز دخترای خودتون رو پرورش بدین و بفرستین به سوی آیندهشون که به هدفشون برسن به امید خدا. کی بهتر از شما شیرین جون با اخلاق خانم عزیزم. و پر از هنر عزیزم. خیلی متشکرم از اینکه امروز به من وقت دادید. مرسی. خوشحال شدم از اینکه اومدم تو این دنیای زیبایی شما و به امید دیدارتون دوره توی آکادمی یا اینجا توی آکادمی شما. حتما. قربونت، روز خوش. قربونتون برم. روز شما بخیر خوشی. حتما ما رو سابسکرایب کنید توی یوتیوب. هر پنجشنبه با یه هنر آموز با استعداد آکادمی آرزو در خدمت شما خواهیم بود.